در شهر سنت پتربورگ روسیه در نشریات نستر استوریا کتاب پژوهشگر شناخته تویر قلندروف به نام اسماعیلیت پامیرا یا اسماعیلیون پامیر چاپ شد. در این باره روز 27 اپریل در فیسبوک مؤلف کتاب خبر داده است تویر قلندروف در کتاب نوشت درباره تاریخ اسماعیلیا در پامیر، وضعیت این رویه دینی در دوران شوروی و پساشوروی و همچنین در شرایط مهاجرت عمومی زادگان بدخشان نقل می‌کند. مؤلف همچنین تاثیر اسماعیلیا را به شعر و ادبیات خلق‌های پامیر مورد تحقیق قرار داده است. گفته می شود که کتاب اسماعیلیت پامیرا در اساس فعالیت‌های علمی و تحقیقات تویر قلندروف در پژوهشگاه اتنولوژیا و آنتروپولوژی اکادمی علم‌های روسیه ترتیب داده شده است. اسماعیلی‌ها اکثر اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان یک منطقه واقع در شرق تاجیکستان را تشکیل داده، همچنین در چندین کشور دیگر دنیا از جمله در افغانستان، پاکستان، سوریه، مصر و حتی در کنیا به سر میبرند و حالا جمعیت بزرگ اسماعیلی ها در روسیه، بریتانیا، کانادا و امریکا نیز پیدا شدند. اسماعیلی ها شاهزاده کریم آقاخان چهارم را رهبر روحانی خود میدانند و او را حاضر امام نام میبرند. قلندروف طاهر سفربیکوویچ 12 آگوست سال 1970 در دهه انبو نویه شغنان به دنیا آمده است. انبو حالا به حدود نویه بعداً تأسیس یافته روشقلم می‌دراید. طاهر قلندروف سال 1995 رشته تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده تقریباً 20 سال باز در روسیه به تحقیقات علمی مشغول است. عرصه تحقیقات علمی طاهر قلندروف اساساً تاریخ و اتنوگرافی خلق‌های آسیای مرکزی و اساساً فرهنگ و دین و رسم و آیین‌های خلق‌های پامیر بوده. او مؤلف چندین کتاب درباره تاریخ مردم شغنان، آستان‌های پامیر، خانه پامیری، یک کتاب ویژه بخشیده به پیر مردم بدخشان ناصر خسرو می باشد.